رستم سید احمدزاده برآمد خود را با جمله سخن آخری سودشونده بیگناه شروع کرده است. دادرسی پیشین گفته است شما میدانید که من برای چی در اینجا هستم؟ برای پس گرداندن پرونده های غیر قانونی تفتیشات و سفید نمودن پرونده های بی اساسی که باعث به مجازات افراد بیگناه می شدند. پایان اقتباس. سید احمدزاده گفته است حکم های سفیدی که او صادر کرد در دایره قانون و با دلیل های ثابت صادر شدند. آخرین مرافعه رستم سید احمدزاده 3 اپریل پشت سر من در بینای بازداشتگاه موقت برگزار شد. خبرنگاران را به مرافعه راه ندادند. دو شرکت‌دار مرافعه به رادیوی آزادی گفتند دادرسی پیشین قریب 1 ساعت سخن آخرین خود را به دادگاه ارائه کرد. دادستانی رستم سید احمدزاده را به آن متهم می‌کند که حکمی به قوه قانون ندرآمده را به رادیوی آزادی ارسال کرده است. خود سید احمدزاده در دادگاه این را رد کرده گفته است به رادیوی آزادی یگان خبر نفرستاده است. مأموریت رادیوی آزادی هم در نامه به دادگاه همگونه همکاری با رستم سید احمدزاده را رد کرده بود. مقامات این دادرسی پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورov را به قلابی برآمدن از حد وکالت خدمتی غیر قانونی صادر کردن حکم و رسانیدن خبری بر دروغ متهم می‌کنند. به گفته دو شرکت‌دار مرافعه رستم سید احمدزاده همه اتهام را رد کرده طلب نموده است که او را آزاد نمایند. قضیه رستم سید احمدزاده اساساً به خاطر صادر کردن حکم سفید باعث توجه شد. در تاجیکستان حکم‌های سفید ناچیز است، چیزی که به گفته حقوق‌شناسان مستقلیت نظام دادگاهی را در کشور زیر سوال میبرد. مقامات سعودی بعض قانون‌ها زیر نظارت سخت گرفته که برای همین حکم سفید برآورده نمیتونه. دونم که هم بیکار میکنن بعد خود سمو سعودی و پرابلم‌های جدی پیدا میشه سرش. پروکاتور باید اعتراض میبرد ولی حکم اپی بیکار شدنش میشه. دادرسی دادگاه عالی به خانه مشورتی رفته است و احتمال روزهای نزدیک حکم دادگاه در نسبت رستم سید احمدزاده صادر شود. حکمی که به گفته بعضی از حقوق‌شناسان بالای نظام دادگاهی و دادرس‌هایی که می‌خواهند حکم سفید صادر کنند شاید به تاثیر نماند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.